صبح امروز سنه 13 اپریل در منطقه باربوردوک ناحیه لایلک جمهوری قرقیزستان ملاقات گروه کوری جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان برگزار گردید. در آن مسئله تیرپرانی شب گذشته را بررسی کرده به موافقه رسیدند که قوه‌های علاوگی به محل دائمی خود برگردانده شود. مسئولان از هر دو جانب خواستگار تأمین حیات آسایشته ساکنان نزد سرحدی گردیده تاکید کردند که سبب و عامل‌های مناقشه آخر پر را آموخته شود. ملاقات بین کارمندان مقامات‌های دخلدار با رهبری رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده، نماینده وکالتدار پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف، رهبران مقامات‌های حفظ حقوق ولایت‌ها و رئیسان ناحیه‌های نزد سرحدی گذرانده شد. بگاهی سنه 12 اپریل در مرز واقع در محله جوغل جماعت دهات خستیورز بین سرحدبانان تاجیک و قرقیز مناقشه سر زده است که آن بیش از 10 دقیقه دوام کرده است. مناقشه ساعت 18:30 رخ داده است. معاون رئیس جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفوروف مطلوب جوربای و اطلاع داد که سری وقت مسئولین مقامات دخلدار به جای حادثه آمده تیرپرانی را قطع کردند. در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت دهات خستیورز عمل میکند، وقتی که سرحدبانای ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبانای قرقیزستان پیدا میشوند و آنها خواستند که با آنها گفت و شنود کنند. سرحدبانای ما وقتی که به نزد آنها نزدیک میشوند، به طرفی سرحدبانان ما آنها تیر میکشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی میکشند و در نتیجه یک نفر مرزبان قرقیزستان زخمی میگردد. بعد زخمی گردیدن آنها مناقشه را آغاز میکنند و در این وقت تیرپرانی آغاز مییابد. کمتر تیرپرانی میشود. مقامات‌های حفظ حقوق در از این باخبر شده آمده این را آرام میکنند. حالا خیلی که شمایان دیده ایستادید، وضعیت در جماعت دهات خستیورز آرام است. خلق یگان خیلی به تهلکه افتاده است. در جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف 5 محله نزدی سرحدی وجود دارد. بعد سرزدن حادثه شب گذشته تمام رئیسان کمیته محله‌های نزدی سرحدی دوستی، حوزک بالا، سینا، بخت و جوغل بهر به تهلکه داده نشدن ساکنان کارهای فهماندهی گذراندند. ما که این حالت یکمین بار نیست، ما در حال گروه ترغیباتی داریم در جماعت دهات خستیورز با آن محلهایی که نزد سرحدی میباشند. 5 محله ما نزد سرحدی، آنها را آگاه کردیم که هوشیار باشند، هوشیاری زیرکی را از دست ندهند. خلق به یگان خیلی تهلکه نافتاده است. تینجا آرام جماعت دهات خستیورز. حالا وضع در محله جوغل و عموما در جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف آرام می باشد. این جماعت که یکی از کلانترین جماعت ها در جمهوری تاجیکستان محسوب می شود، بیش از 40 کیلومتر خط سرحدی با جمهوری همسایه قرقیزستان دارد. از روی معلومات های آماری در این جماعت زیاد از 62,000 نفر اهالی زندگی می کنند. وضعیت وای نبود، ما خلق فهموندیم. همه یگان خیلی تهلکه و اندوخته قطعی دیگه خلق همش نقض گذشت. من واضح من همه خلق با کارهای خود آواره، فعالیتی کاری کردن، مکتب ها من و کودکستان ها همش فعالیت کرده است، بازار ها همش کار کرده است. یگان خیلی وای نیست، کمبودی نیست، همه خلق تیج آرام. باید گفت که عین زمان وضع در سرحد معتدل بوده، ساکنان به زندگی آسایشته خود ادامه می‌دهند. وضع زیر نظارت مقامات قدرتی دو طرف قرار داشته، قوه و واسطه‌های علاوگی به جای دائمی برگردانده شده است. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.